سرخط مهمترین خبرها: گلمراد حلیموف و مهدی ارسلان زنده هستند. پاسخ نماینده دادستانی: قرض خارجی تاجیکستان به 3.1 میلیارد دلار رسیده است و قزاقستان شهروندان خود را از غزه برآورد. سلام بینندگان عزیز، با امید هفته خوب و خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 11 آگوست سال 2025 است. یک نماینده دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که مقامات قدرتی کشور درباره زنده بودن گلمراد حلیموف و محمد شریپوف معروف به مهدی ارسلان معلومات دقیق ندارند. سردار ریاست مقاومت با تروریسم دادستانی کل 8 آگوست ضمن نشست خبری گفت به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان درباره آنکه گلمراد حلیموف و محمد شریپوف زنده و در آزادی باشند یگان معلومات رسمی وارد نشده است و یگان معلومات هم جای ندارد. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوست و تا به سطح وزیر جنگی این سازمان تروریستی رسید. از سال 2017 به این سو درباره زخمی شدن و هلاکت او در عراق و سوریه چند دفعه گزارش‌ها نشر شده است، ولی مرگ او را یگان کشور رسما تصدیق نکرده است. محمد شریپوف باشد ساکن 31 ساله ناحیه نورآباد است که با لقب مهدی ارسلان شناخته میشد. او را یک از فرماندهان سازمان ممنوع انصارالله میگفتند، ولی به گفته نزدیکان و دوستانش از اول سال 2024 در افغانستان ناپدید شده است. از نشست دادستانی یک خبر دیگر هم داریم. دادستان کلی تاجیکستان میگوید که در نیمه اول سال روان 184 نفری که با اتهام افراطگرایی در جستجو بودند به وطن برگشته بخشیده شدند. حبیب الله واحدزاده 8 آگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت شماره افرادی که بعد بازگشت به تاجیکستان از جوابگاری آزاد شدند نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. کدکس جنایی تاجیکستان پیش بینی کرده است که در صورت از فعالیت افراطی و تروریستی دست کشیدن و اختیاراً بازگشتن به وطن افرادی تحت پیگرد عفو میشوند، اما نزدیکان بعضی از افراد بازگشته میگویند که با وجود وعده مقامات خویشاوندان آنها را زندانی کردند. از جمله خانواده علیشر مقصودوف یک جوان 22 ساله شکایت دارند که او با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به کشور آمد ولی به 14 سال زندان محکوم گردید. در همین حال دادستان کلی تاجیکستان میگوید که امسال جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته 22% کمتر شدند. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال روان مقامات قدرتی تاجیکستان 685 جنایت وابسته به افراطگرایی و تروریسم آشکار کردند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 194 عدد کمتر است. سازمان‌های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی آزادی بیان را محدود کرده مخالفان خود را تعقیب می‌کند. وزارت مالیه تاجیکستان از کم شدن قرض خارجی کشور خبر داده است. طبق آمار اخیر وزارت مالیه دوشنبه از کشور و سازمان‌های مالی بین‌المللی 3.1 میلیارد دلار قرضدار است. اول سال 2025 قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار برابر بود. در وزارت مالیه گفتند که فعلا قرض خارجی به 18.7% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. به اطلاع رسمی در نیمه اول سال روان برای برگرداندن قرض خارجی و بهره آن تاجیکستان 224.4 میلیون دلار پرداخت کرده است. سال 2025 خراجات تاجیکستان برای برگرداندن قرض خارجی بیشتر می شود، چون امسال مهلت پرداخت پول یورابانتا و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا می رسد. تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون و چند برنامه دیگر با گرفتن قرض از خارج نیاز دارد، اما مقامات نگفتند که امسال از کی و برای کدام برنامه‌ها قرض می‌گیرند. مسئله قرض خارجی و طرز استفاده و برگرداندن آن در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده بوده است. راه خوجند اشت کی آباد می شود؟ این سوال است که ساکنان ناحیه اشت از منصبداران محلی بارها پرسان می شوند و کاربران برای بازتاب دادن وضع فعلی آن به رادیوی آزادی نیز مراجعت می کنند. همساله حکومت محلی با یاری مردم قسما راه را تعمیر می کند، ولی رانندگان می گویند باید راه از نو ساخته شود، زیرا حرکت نقل در آن دشوار و خطرناک است. با گفته رئیس ناحیه، لایحه بنیاد کلی راه آماده و انتظار مبلغ گذاری بوده است. فرزاد محمدی از ناحیه اشت گزارش می دهد. این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه‌های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدن آن هستند. حاضر بکن یه بار رفته بیامگه بلکه وقت کنه بای میشیده مونده میشید خوروید اعضای بدن من 70 دورم دیگه اعضای بدنم در میکنه یه بار رفته بیامگه. لیکن من در صف چک هر خیلی تکنیکی چیزایی میبیارم
برای همین کلینت ها تلفن میکنن. کم ریمونت میکنید، وای میکنید و راه نقص شد، شافر به نقص یونیم ساعتنده نمیرید خوجند به یک ساعتنده میرید وای خداوی نمیکنید 3 سال 4 سال. مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتر راه ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند. من پیش کار میکردم، من در وقتهای تخصمات می آمدم یا با ماشین پیرگان اون درامتی سامغر با آمدگیننده یا همه چا بوده. من شوفیر گفتم که سوز کن، گفتم سوز کن نشد این راه بعد گفتن یا وای نشد گفتم دیتویتن همون وای به آمدگیننده کانال پیشش به بوله همون ترتوار با برآمدیم وای شکست دونی یونوکی دونی وای به درام دو برفتی وای نامشته گفت جراحت گفته سطرسینی بال نیسو خورا. شما چی نشید خیره؟ من شما اینجا هم کفید اینجا چونی خوچکم زده گفتم اگر راه نقض باشد 1 ساعتی راه اینا 2 ساعت 2.5 ساعت انده بعضی رو میبیاد. همون بیان شکر میکنه، همون راه بودگیش بیان شکر میکنه. خدا خواهد انشالله آینده و نقض میشه. خدا خواهد اوزه با خلق مبلغ جمع کرد کنه اوزه ریمون کرد کنه رو خدا خواهد نقض میشه. که وعده شده که پریزیدنت خدا ما که 2027 خدا خواهد رای اشت خوجان آباد میشه. شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اشت در نشست خبریش آخر ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه‌های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است. روی کوری آمده همین راه‌های داخلی حتی وای کردن قریب 12 نفر آمدن. 12 نفر آمده 2 ماه همین روی پروتکلی ناحیه با پروژه آموختن که کجا به گویا اصنافکه میشد، استگاه میشد، کجا به وای میشد، همشه آموخته. محترم خود وزیر گفتن که البته لایحه آماده شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راه اشکجان با پروژه اصل نوسازی آغاز می‌گردد. سال 2022 امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد. برای ساختمان راه خوجانش اینقدر مبلغ زیاد در کار نیست، چون که اونجا محلی اهالیشون کمتر، دراج سرجانش کمتر، ماست اونجا کمتر میشه، اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیشه. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود. راه خوجان اشت اهمیت بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه روایای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار ضرور است. راه خوجان اشت نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
مقامات قزاقستان خبر دادند که 6 شهروند انکشار را از نوار غزه برآوردند. به اطلاع وزارت کارهای خارجه قزاقستان، این افراد نخست به عمان برده و از آنجا به وطن فرستاده شدند. در عکسی که مقامات قزاقستان نشر کردند، 2 کودک نیز دیده می شود. در خبر رسمی گفته نشده است که این شهروندان قزاقستان کی و برای چه وارد غزه شدند. همچنین معلوم نیست که باز چقدر قزاقستانی ها در غزه هستند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان برای کمک در نجات شهروندانش از میدان جنگ و مقامات عمان، اسرائیل و صلیب سرخ تشکر کرده است. نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 میدان درگیری‌های سخت میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی اعلام شده است. در پی جنگ قریب 2 ساله بخش اساسی غزه نابود شده، ساکنان و سازمان‌های کمک رسان از نرسیدن غذا، آب، دارو و سوزشواری بانگ خطر زدند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 آگوست را فرا می‌گیرد. در تاجیکستان از اوگوست سال 2019 برای سرپیچی از تبابت بیماری‌های سیرایتی مثل سیل و ویروس ضعف مسئولیت بدن سپید جزا مقرر شد که تا 1650 سامانی را تشکیل می‌دهد. چون این چاره به قول مقامات پیش راه پهنشوی بی‌نظارت بیماری را خواهد گرفت. در تاجیکستان بیش از 7000 نفر آلوده شده به سپید، 10000 گرفتار سیل تحت نظارت طبی هستند. 11 آگوست سال 2008 رسول باقیف در المپیاد پکین در وزن تا 73 کیلوگرم در بخش جودو صاحب مدال برنجی گردید. در 16 سال شرکت ورزشکاران تاجیک در المپیادها این نخستین مدال یک نماینده تاجیکستان بوده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116,117 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانی ارزش دارد. بینندگان عزیز، قرب اسعار در بانک تجارتی هر ساعت می تواند تغییر یابد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 11 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.